أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانشجویان عزیز و گرامی. در این جلسه بنده قصد دارم که درس خاصی رو خدمت شما ارائه بکنم که از مجربات شخصی بنده است و سالها دارم ازش استفاده میکنم و به شکل خصوصی به خیلی از عزیزان این رو آموزش دادم و جواب گرفتن، و اون هم روش ساخت بیت الارزاق یا غرفت الارزاق هست که غرفه هم به معنای اتاق هست برای جلب رزق و برکت. یعنی شما با این عملی که خدمت شما آموزش میدم میتونید یک خانه رو به طور کامل یا یک اتاق رو به طور کامل برای جلب رزق و برکت فعال بکنید که حالا انشالله در ادامه درس با جزئیات مفصل خدمت شما عرض میکنم. اما قبل از اینکه وارد درس بشیم لازم چند تا نکته مهم رو خدمت شما عرض بکنم. خوب دقت کنید. نکته اول در این بخش هست که توی پرانتز قرارش دادم. ببینید بنده اینجا اصطلاح بیت الارزاق رو نوشتم، زیر بیت خط کشیدم و غرفه رو نوشتم که به معنای اتاق در فارسی هست. خب فرق این دوتا چیه؟ فرقشون اینه که ما میتونیم وقتی به عنوان بیت الارزاق عمل رو انجام میدیم، بیت به معنای خانه است، یعنی ما یک خانه رو به صورت کامل به عنوان بیت الارزاق برای جلب رزق و برکت استفاده بکنیم. اما در حالت غرفت الارزاق ما فقط یک اتاق رو برای جلب رزق و برکت استفاده میکنیم، نه کل خونه رو. قطعاً برای بعضی از شما عزیزان در همین ابتدا این سوال پیش میاد که کدومش بهتره، بیت الارزاق بهتره یا غرفت الارزاق، و اینکه بنده به عنوان حاج باقر از کدوم روش استفاده میکنم و تجربه کردم. ببینید هم بیت الارزاق جواب میده و هم غرفت الارزاق، دوتاش مجربن، اما بنده شخصاً طبق دیدگاهی که دارم از غرفت الارزاق برای شخص خودم استفاده میکنم. حالا شرایط و دلایل رو عرض میکنم، شاید شما مثلا دوست داشته باشید به جای غرفت الارزاقی که بنده استفاده میکنم از بیت الارزاق استفاده بکنید. ببینید دلیل شخصی بنده اینه که ما وقتی بخوایم از بیت الارزاق یا یک خانه کامل استفاده بکنیم، خب این خانه شامل دستشویی و حمام هست که خب اینها همیشه به نوعی با نجاسات درگیرن. یا اینکه مثلا در یک خونه بچه کوچیکی وجود داشته باشه که ممکنه ناخواسته به حکم بچه بودن جاهای مختلفی از خونه رو نجس بکنه. تمام این مواردی که عرض کردم و دلایل مشابه دیگه همشون باعث شدن که بنده به جای استفاده از کل خونه به عنوان بیت الارزاق بیام از غرفت الارزاق یعنی یک اتاق استفاده بکنم برای عمل جلب رزق و برکت. حالا اگر شما شرایط خونتون یک جوری هست که همیشه در همه حال طیب و طاهره و هیچ نجاستی درش وجود نداره، میتونید از بیت الارزاق استفاده بکنید. این دیگه انتخابش بستگی به شرایط شما داره، ولی غرفت الارزاق خیلی راحت تر و سهل الحصول تره. اما یک نکته مهم دیگه ای که در اینجا وجود داره اینه که دوستان ببینید بنده به عنوان مثال چون خودم شخصا توی خونه ازش استفاده میکنم، خب در مورد خونه صحبت کردم، ولی
این به این معنی نیست که این فقط مختص خونه هاست. یعنی شما برای یک اداره یا یک فروشگاه یا یک محل کار یا امثالهم میتونید از این عمل استفاده بکنید. فکر نکنید فقط مختص خونه است. اما بنده چون استفادم در حد خونگیه و اکثر مردم استفادهشون خونگیه، خب در مورد حالت خونگیش برای شما توضیح میدم. اما خیالتون راحت باشه که چارچوب‌های انجام عمل چه به صورت خونگی از نوع بیت الارزاق باشه یا غرفة الارزاق با انواع غیر خونگی دقیقاً یکی هستن و به راحتی شما میتونید اینها رو انجام بدید که انشالله در ادامه درس مفصل خدمتتون عرض میکنم. اما یک نکته فوق‌العاده مهم دیگه ای که علاوه بر این نکات هست و باید بدونید اینه که دوستان عزیز خوب دقت بکنید که روش‌های ساخت بیت الارزاق متنوع هستند. یعنی ما میتونیم از روش‌های تکثیری استفاده بکنیم، از روش‌های ادعیه و طلسمات استفاده بکنیم، از روش‌های اوفاق یا ترکیب از اینها استفاده بکنیم. بنده قبلا در دوره تکثیرات روش‌های تکثیری رو آموزش داده بودم. بعدها روش‌های ترکیبیش رو با اوفاق آموزش دادم و در ادامه هم با طلسمات و ترکیبی از اینها کار کردم. اما در این درس به لحاظ اینکه سطوح مبتدی غالباً به این دروس نگاه میکنن، ساده ترین و راحت ترین روش رو در نظر گرفتم که اون رو مفصل آموزش میدم. خیالتونم راحت باشه، این روش در عین ساده بودنش بسیار قدرتمند و مجربه. یه وقت فکر نکنید چون مثلا این روش اوفاق هست که در ادامه میبینید به لحاظ ساده بودنش قدرتی نداره. نه خیر، خیالتون راحت باشه، این روش هم بسیار قوی و مجربه. چون متاسفانه اغلب اشخاص فکر میکنن که عمل هر چی پیچیده تر باشه معنیش اینه که قوی تر جواب میده، در صورتی که به ضرس قاطع طبق تجربه 26 ساله خودم خدمت شما عرض میکنم که اصلاً چنین مطلبی صحت نداره. خیلی وقتا اعمال ساده‌ای هستن که در عین سادگی قدرت‌هایی دارن که اعمال پیچیده ندارن. اتفاقا خدمت شما عرض بکنم که طبق تجارب شخصی بنده همیشه اعمال ساده تر قوی تر به من جواب داده. پس کسایی که تفکرشون به این شکله لطفاً تفکرشون رو اصلاح بکنن. حالا برای اینکه شاکله و شکل بیت الارزاق یا غرفة الارزاق قشنگ توی ذهن شما حلاجی بشه و فلسفه پشتش رو درک بکنید، در ادامه به شکل تصویری این مطلب رو خدمت شما با توضیحات بیشتری ارائه میکنم تا بتونید دقیقاً مطلب رو بفهمید و بعدش الگوسازی بکنید برای ساخت بیت‌های غیر از ارزاق که انشالله در ادامه خدمت شما یک سری کدها و کلیدها رو میدم. خب دوستانی که قبلا در دوره تخصصی اوفاق حاج باقر شرکت کردن، اگر یادشون باشه بنده در اونجا مبحثی رو توضیح دادم به نام مبحث محیط و محاط. در اونجا از شکل دایره استفاده کردم، منتها چون اینجا مبحث ما مربوط به اتاق و خانه هست و شکل‌های اینها غالباً مربع یا مستطیله، بنده در این توضیح از شکل مربع استفاده کردم و یک دایره. خب دوستانی که در دوره‌های تخصصی اوفاق حاج باقر شرکت نکردن نگران نباشن. موضوع خیلی ساده است، در اینجا برای شما عزیزانم توضیح میدم. خوب دقت کنید. ببینید اگر ما یک مربعی رو رسم بکنیم و داخلش یک دایره قرمز رو قرار بدیم، حالا این دایره قرمز ما کاری به رنگش نداریم، میتونه هر رنگی باشه. بنده به خاطر اینکه مطلب راحت تر از لحاظ تصویری جا بیفته رنگ قرمز رو انتخاب کردم.
ولی میتونه رنگ سیاه یا هر رنگ دیگه ای باشه. در هر حال اگر ما چنین شکلی رو رسم بکنیم، این مربع دور تا دور میشه مربع محیط که در اینجا اگر خوب دقت بکنید محیط به معنای احاطه کننده یا در برگیرنده هست. به زبان ساده یعنی این مربع که شما در اینجا میبینید این نقطه قرمز رو احاطه کرده یا اون رو در بر گرفته. و اما نقطه قرمز به عنوان نقطه محاط اسم گذاری میشه. چرا؟ چون احاطه شده است. معنای محاط رو در اینجا میتونید ببینید. محاط یعنی احاطه شده یا در بر گرفته شده. پس این نقطه قرمز چون توسط این مربع احاطه شده، بنابراین محاط نامیده میشه. مطلب خیلی ساده است. اما این مطلب خیلی ساده در عین ساده بودنش در علوم غریبه فوق‌العاده مهم و کاربردیه و خیلی کارها میتونیم باهاش انجام بدیم. قسمتی از اون کارها رو بنده در دوره تخصصی افاق حاج باقر توضیح دادم. اما در اینجا بنده این مفهوم و این فلسفه رو در موضوع بیت الارزاق یا غرفة الارزاق میخوام پیاده بکنم و ازش به شکل عملی بهره برداری بکنم. چون اتاق الارزاق بنده یا غرفة الارزاق بنده تقریبا به این شکله و بنده معمولاً پشت چنین صندلی با میزی میشینم، برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته و بتونم برای شما به صورت دقیق توضیحش بدم، با فتوشاپ این دوتا تصویر رو با هم دیگه ترکیب کردم. خوب دقت بکنید تا مطلب رو برای شما توضیح بدم. در روش اصلی که انشالله در ادامه خدمت شما مفصل توضیح میدم، وضعیت به این شکله که شما در یک اتاقی که 4 تا دیوار داره، که در اینجا یک دیوار، در اینجا یک دیوار و در اینجا یک دیوار و در اینجا هم از روبرو چون داریم نگاه میکنیم هم یک دیوار وجود داره. منتها چون تصویر دو بعدیه دیگه شما دیوار 4م رو نمیتونید ببینید. دیوار 4م همونیه که ما از سمت اون انگار بهش تکیه دادیم و داریم به این تصویر نگاه میکنیم. در هر حال عمل به این شکله که شما بر روی هر دیوار یک عملی رو انجام میدید. در اینجا یکی، در اینجا یکی، در اینجا یکی و در این 4می هم یکی قرار میدید که در اینجا دیده نمیشه و این عمل شما باعث میشه که شما یک عمل محیطی رو ایجاد بکنید در موضوع رزق. برای توضیح بیشتر دوباره برمیگردیم به تصویر قبلی. خوب دقت بکنید. فکر کنید ما از بالا داریم به این اتاق نگاه میکنیم. پس در ابتدا ما فهمیدیم که این مربع کلی یک محیط هست. پس ما 4 طرفش عمل رزق رو انجام میدیم. در روی هر دیوار یک عمل نصب میکنیم. در اینجا یکی، در اینجا یکی، در اینجا یکی و در اینجا یکی. پس ما با این عمل در اصل محیط رزق درست کردیم. پس این نقطه قرمز محاط بالارزاق میشه. اینها ارزاق هستن. این یکی و این یکی. پس این نقطه قرمز میشه محاط بالارزاق، یعنی با ارزاق مختلف احاطه میشه یا در بر گرفته میشه. پس در این اتاق بنده‌ای که اینجا نشستم حکم همون نقطه قرمز رو دارم که محاط بالارزاق میشم، که محیط رزق که روی دیوارها هست من رو در بر میگیره.
یعنی به صورت مکرر و دائم و همیشگی بنده تحت احاطه نیروی اعمال رزق قرار میگیرم و محاط بالارزاق میشم. این دقیقاً همون انرژیه که بنده دنبالشم. ببینید ما اگر در اعمال علوم غریبه وفقی رو می نویسیم یا انگشتری رو درست می کنیم یا طلسمی رو می زنیم یا اعمال مختلف صحیح رو انجام میدیم، دنبال این هستیم که یک شاکله‌ای از اون انرژی مربوط به اون موضوع و اون عمل دور خودمون ایجاد بکنیم. حالا هرچی شاکله اون موضوع بزرگتر باشه و بتونه به صورت محیط ما رو در بر بگیره و ما نسبت به اون محاط بشیم، قطعاً و یقیناً عمل ما هم پایدار میشه و هم همیشه غرق در اون انرژی ها میشیم و همیشه اون انرژی ها به ما تزریق میشن و همیشه اون نتیجه‌ای که ما دنبالش هستیم به منتها الیه قدرت مرتب در اختیار ما قرار میگیره. خب همین امر باعث شد بنده چون همیشه دنبال ارزاق هستم، اونم همه جانبه، خب چنین عملی رو درست کردم و دوستان خاص و وی آی پی که همیشه تشریف میارن در دفتر خاص بنده، اینها رو روی دیوارهای اتاق ارزاق بنده دیدن. شما هم میتونید عین همینا رو درست بکنید برای موارد مختلف که حالا در ادامه اشارات دیگه هم به موضوعات دیگه خواهم کرد تا انشالله از این نکات و کلیدهای طلایی الگو برداری بکنید، الهام بگیرید و چیزهای دیگه رو شما برای خودتون به عنوان محیط و محاط طراحی بکنید و استفاده کنید. یک نکته مهمی رو خدمت بعضی از عزیزان عرض بکنم که کاملا مبتدی هستن و ممکنه براشون این شبهه به وجود بیاد که مثلا بنده در این شکل قبلی نقطه رو وسط گذاشتم، آیا الزام هست که مثلا ما موقع مثلا نشستن یا کار کردن داخل اتاق همیشه حتما باید وسط اتاق باشیم؟ نه. ببینید در شکل قبلی این نقطه حتی اگر اینجا می بود یا اینجا یا هر جای دیگه ای، چون توی داخل فضای محیط هست به عنوان محاط محسوب میشه. بنابراین در اینجایی که مثلا بنده نشستم و کمی نزدیک به دیوارم، فرقی نمیکنه که اینجا نشسته باشم، اینجا در هر جایی از این اتاق باشم، بنده به صورت محیط و محاط قرار گرفتم. پس بنده چون محاط هستم در محیط رزق، فرقی نمیکنه که کجا قرار بگیرم. و اما چند نکته طلایی برای اهل فن یا اشخاص حرفه‌ای که میخوان الگو برداری بکنن. ببینید دوستان، بنده در اینجا در این کلیپ موضوع رو اختصاص دادم به بیت الارزاق و همون جور که در شکل میبینید و در ادامه انشاءالله توضیحات عملی رو خدمتتون عرض میکنم، بنده از محیط رزق استفاده کردم برای اینکه همیشه این اتاق بنده پر از انرژی رزق باشه و من به ارزاق بیشتری دسترسی پیدا بکنم. خب حالا اگر کسی کارش درمان باشه و بیاد از محیط شفا استفاده بکنه و چنین چیزهایی رو درست بکنه، قطع به یقین خودش و مریض هایی که در این محیط قرار میگیرن محاط به شفا میشن و میتونن خیلی سریعتر معالجه بشن و یا خیلی سریعتر اصلا خوب بشن، چون با نیروی شفا در بر گرفته میشن. و یا برای اشخاصی که اهل علم و اکتشاف و کشف و اینجور چیزها هستن،
میتونن با یک ذره دقت و ابتکار یک محیط علمی درست بکنن و یک غرفة العلمی درست بکنن و خودشون به عنوان محاط بالعلم در اینجا با سرعت بیشتری علوم رو یاد بگیرن یا چیزهای بیشتری رو کشف بکنن و ابواب علمی بیشتری براشون باز بشه، چون مرتب در انرژی علمی غوطه‌ور میشن. و یک ایده مجرب کاربردی رو که شخصا ازش استفاده میکنم رو هم خدمت شما عرض بکنم، شاید دوست داشته باشید از اون نوع هم برای خودتون طراحی بکنید. بنده در محیط کار و در منزل غیر از غرفة الارزاق در بخش حال، آشپزخونه و جاهای دیگه محیط سکون و آرامش و هدوء رو درست کردم، طوری که هر عزیز دلی تشریف میارن به عنوان مهمان یا به عنوان آشنا، وقتی پا میذارن توی دفتر یا منزل بلا استثناء همشون اذعان و اقرار به این کردن که حاج باقر چرا ما اینجا پا میذاریم به آرامش میرسیم. همشون میگن چرا وقتی ما تا بیرون هستیم چنین آرامشی نداریم، وقتی میایم اینجا این حس آرامش به ما دست میده و ما حس میکنیم که انگار مغزمون فیلتر میشه. دلیلش همین محیط سکون و آرامشه که بنده نصب کردم در اون محیط. حالا اگر طرف خیلی معتمد باشه بهش نشون میدم روی دیوار، میگم ببین این مربوط به این عمله که اینجاست. ببینید دوستان، شما ایده های کاربردی زیادی میتونید از این مبحث برای خودتون طراحی بکنید. بنده بارها گفتم، همه جا گفتم، سالها گفتم، هدفم از یادگیری علوم غریبه موضوع شهرت و اسم در کردن و اینها نیست. خدا شاهده، فقط دنبال اینم که استفاده عملی بکنم از این موضوعات، چون علوم غریبه یک سری فنون و فرمول ها هستن که باید به استخدام زندگی در بیان و الا چرا باید وقتمون رو تلف بکنیم برای چیزی که قراره هیچ فایده تو زندگی ما نداشته باشه. از شعار همیشگی حاج باقر یادتون نره، شاگردای قدیم بنده هم میدونن علوم غریبه باید به استخدام زندگی در بیاد، باید برای تسهیل زندگیمون ازش استفاده بکنیم و الا پشیزی ارزش نداره. بی خودی وقتتون رو تلف نکنید، دنبال چیزهای تخیلی و عجیب و غریب و اینها نباشید، دنبال این باشید که رزقتون رو افزایش بدید به واسطه یک سری اسباب که علوم غریبه یکی از راحت ترین اسبابشه، و دنبال ایده های جدید باشید. بنده به شما یک سری ایده ها رو گفتم، قطعا خیلی از شما اینقدر باهوش هستید که ممکنه ایده های دیگه‌ای در بیاد که جالب توجه باشن. اگر به چیزی یا ایده‌ای رسیدید در این مبحث که جالب توجه بود، توی تلگرام، تأکید میکنم توی تلگرام بیاید اطلاع بدید، بنده استقبال میکنم، قطعا شما رو تشویق میکنم و اگر نیاز باشه که ایده شما رو تکمیل بکنم یا به هر حال چراغ راهی برای شما در اون ایده‌تون باشم، قطع به یقین انشالله اگر مورد شما حلال باشه به شما کمک خواهم کرد انشالله. خب تا اینجا هرچی عرض کردم همش مقدمه بود و فلسفه عمل و ایده هایی که خدمت شما مطرح کردم. اما برای ادامه درس شما قبل از اینکه اون عمل رو یاد بگیرید چجوری انجام بدید، باید شروط مکان بیت الارزاق رو یا غرفة الارزاق رو حتما رعایت بکنید. این شروط الزامی هستند. شرط اول طهارت مادی هست یا فیزیکی، یعنی از باب طهارت و نجاست اون اتاقی که شما برای خودتون در نظر گرفتید باید حتما طهارتش تام باشه، هیچ نوع نجاستی درش نباشه و اگر احیانا
نجس باشه، ناپاک باشه، حتما باید اون رو تطهیر بکنید. حالا چه با آب بشورید، چه از مطهرات دیگه استفاده بکنید. این موضوع دیگه از باب طهارت و نجاسته که شما تمام امورات مربوط به اون رو میدونید. پس دیگه نیازی به توضیح اضافه نداره. اما شرط دوم شرط طهارت معنوی مکان هست. طهارت مادی که همون طهارت فیزیکی مکان بود که از باب طهارت و نجاست خدمت شما عرض کردم. اما طهارت معنوی چیه؟ ببینید ممکنه در این غرفه یا اتاقی که شما به عنوان غرفت الارزاق میخواید ازش استفاده بکنید یا بیت الارزاق به طور کل، در اونجا مثلا عمل زنایی خدای نکرده انجام شده باشه، یا عمل لواطی، یا عمل مساحقه‌ای، یا خودارضایی، یا هر نوع فعل حرامی در اونجا انجام شده باشه. مثلا مشروبی خورده شده باشه، یا قماری اونجا انجام شده باشه، یا امثالهم. انجام این اعمال حرام و خارج از شرع باعث ایجاد شاکله‌های منفی و سنگینی در مکان میشه و این شاکله‌ها متاسفانه در محیط باقی میمونن و از اونجایی که شما قرار محیط رو عوض بکنید و جهت‌دهی بکنید، مثلا در باب ارزاق که موضوع بحث این جلسه است، بنابراین شما باید اونجا رو از لحاظ معنوی طاهر بکنید، پاک بکنید. پاکسازی کامل که انجام شد، اون وقت شما میتونید محیط رزق رو ایجاد بکنید و الا با بودن اون شاکله ها و اون سنگینی ها انتظار اجابت نداشته باشید. برای عزیزان خیلی مبتدی هم عرض بکنم که بنده وقتی در اینجا دارم از کلمه محیط استفاده میکنم و میگم محیط رو باید عوض بکنید، منظور من محیط معنویه، یا همون محیطی که قرار شما به این شکل ازش استفاده بکنید. نه اینکه منظور اینه که شما اینجا رو ول بکنید، محیط زندگیتون رو عوض بکنید. نه خیر. در هر حال برای طهارت معنوی یکی از ساده ترین و قوی ترین و مجرب ترین اعمال حدیث کساء هست. خوشبختانه حدیث کساء در تمام نسخ مفاتیح جنان موجود هست، در اینترنت هم هست، کافیه گوگل سرچ بکنید. حتی قرائت های صوتی اون هم موجود هست که شما میتونید باهاشون همخونی بکنید، هیچ اشکالی نداره. فقط شرطش اینه که به مدت 7 شب بدون انقطاع، یعنی نباید بین این 7 شب فاصله بیفته، بدون انقطاع باید حدیث کساء رو به نیت پاکسازی و نورانیت مکان انجام بدید. اگر بتونید استحباباً نه وجوباً، استحباباً مکان و زمان رو ثابت نگه دارید در این 7 شب، خوب دقت بکنید، فقط هم شبها باید انجام بدید، در روز نمیشه. اگر بتونید استحباباً زمان و مکان رو ثابت نگه دارید، نور علی نوره. اگرم نمیتونید یا استطاعتشو ندارید، زمان مهم نیست، مهم اینه که شب انجام بشه. مکانتون هم سعی کنید که در همون اتاقی باشه یا در همون مکانی باشه که بعداً قراره به عنوان محیط ازش استفاده بکنید برای ارزاق. خب حالا بعضی از دوستان خیلی مبتدی سوال میکنن که آقا منظورتون از شب که؟ متاسفانه این سوال خیلی میپرسن. آقا بعد از نماز عشا که خوندید شما میتونید شروع بکنید تا قبل از اذان صبح وقت دارید. هر شب هم فقط 1 مرتبه حدیث کساء رو بخونید کفایت میکنه. اگر هم بتونید زیرانداز سفید و لباس سفید تنتون بکنید دیگه نور علی نوره، ولی اینا استحبابیه، وجوبی نیست. حتما هم با وضو باشید، رو به قبله و طهارت رو کامل رعایت کرده باشید. و اما شرط سوم در مورد ورود اشخاص حائض و جنب هست.
اشخاص حائض همون خانمایی هستن که عادت ماهیانه پیدا میکنن یا همون پریودی، و جنوب اشخاصی هستن که به هر حال بعد از مجامعت جنسی دچار جنابت میشن. برای اشخاص حائض و جنوب، اعم از زن و مرد، یک سری نکات هست که باید رعایت بشه. خوب دقت کنید. اولا اشخاص حائض و جنوب اگر بتونن وارد اون اتاق الارزاق یا غرفت الارزاق نشن، نور علی نوره، خیلی خیلی بهتره. اما اگر به هر دلیلی نیاز بود که وارد بشن، باید سریعا از اونجا خارج بشن. حالا اگه خواستن چیزی رو بردارن یا خواستن به هر حال کاری انجام بدن، مهم اینه که سریعا انجام بدن و بیان بیرون. و اما خانم های حائض چون مدت دوره پریودیشون ممکنه متغیر باشه، بین 3 7 الی 10 روز یا بیشتر، و اینها ممکنه برای خودشون بخوان کاری انجام بدن، خب با این حالت حیض چیکار باید بکنن؟ در این حالت اینها باید 2 تا تیمم به جا بیارن. یکی تیمم بدل از غسل حیض و بلافاصله یک تیمم دیگه به نیت بدل از وضو به جا بیارن. در این حالت میتونن توی اون اتاق قرار بگیرن، حالا کاری چیزی بخوان انجام بدن رو انجام بدن. حالا این که بنده در ابتدا عرض کردم این اشخاص حائض سعی کنن زیاد در محل نمونن، مربوط به حالاتیه که فرض کنید مثلا یک آقایی غرفت الارزاق برای خودش درست کرده، خانمش حائض شده، حالا این خانمه میخواد بیاد مثلا اینجا رو تمیز کنه، جارو بزنه یا چیزی از اتاق برداره. در اون حالات بنده گفتم که سریعا خارج بشه. اما در حالاتی که خود زن اصلا سابکاره و خودش برای خودش قراره مثلا کاری انجام بده، فکر کنید مثلا کارش برنامه نویسیه، خانمم هست و خب این یک امر شرعیه، حالا حائض شده، خب چیکار باید بکنه؟ از اتاق الارزاق با 2 شرط تیمم میتونه استفاده بکنه. فقط این خانم‌ها باید حواسشون باشه که مبتلات وضو مبتلات تیمم هم هستن. بنابراین اگر احیانا مثلا رفتن دست به آبی، باید دوباره همون 2 تا تیمم رو به جا بیارن. اگر به هر دلیلی تیمم باطل شد، دوباره باید تیمم رو به جا بیارن. اما اینکه بنده توصیه میکنم اگر براشون امکان داشته باشه که مثلا در اون دوره عادت ماهیانه کارشون یک جوری مثلا باشه که بتونن تأخیر بندازن، وارد نشن، بهتره. اگرم نتونستن که بنابر حکم ضرورت، به قول شعر للضرورت احکام، اونجا دیگه میتونن از همون روش 2 تیمم استفاده بکنن. و اما اشخاص جنوب، چون جنابت نباید طول بکشه و مثل دوران عادت ماهیانه نیست، بنابراین اشخاص یا نباید وارد بشن یا اگه وارد شدن فوری خارج بشن. کما اینکه کسی که برای خودش اعمال روحانی انجام میده، سریعا باید بره غسل جنابت رو به جا بیاره، نباید تأخیر بندازه تا حد امکان. حالا برای بعضی از اشخاص ممکنه این سوال مطرح بشه که خب آیا ممکنه با ورود مثلا یک شخص حائض این محیط مثلا عملش باطل بشه؟ نه دوستان، باطل نمیشه. اما اگر دیدید مثلا آقای خونه نبود، خانمم اطلاع نداشت، یا دختری داشت که مثلا اطلاع نداشت که این دختر مثلا پریوده، بعد بیاد مثلا توی اون اتاق باقی بمونه برای ساعاتی یا بلند مدت، برای پاکسازی این حالت کافیه دوباره بیاد، حالا 1 شب یا 2 شب یا 7 شب حدیث کسا رو میتونه بخونه، همون 1 شب هم کفایت میکنه. کما اینکه حدیث کسا اینقدر کوتاه هست
که خیلی راحت آدم میتونه هر روز این رو انجام بده. این رو هم خدمت شما عرض بکنم که اصلا خوندن حدیث کسا باعث افزایش قدرت محیط عمل رزق شما میشه. فکر نکنید فقط برای از بین بردن نمیدونم سنگینی ها و ناپاکی هاست، نه خیر، به عنوان تقویت کننده هم میشه ازش استفاده کرد. حالا چون بنده خودم به شخصه این کارها رو انجام دادم، قطعاً مواردی برای خود بنده یا دوستان پیش اومده که بیشتر از شما درگیر این قضایا بودم و چون خود بنده عاملیت دارم، طبیعتاً به موارد مختلفی برخورد میکنم که یکی از اونها رو به عنوان سوال مهم مطرح کردم که سوال بعضی از دوستان خاص بنده بوده. این سوال اینه: در منزل یا اداره یا محل کار کدام اتاق را به عنوان بیت الارزاق در نظر بگیریم؟ یعنی اگر مثلا محیط منزلی باشه و منزل مثلا 3 تا اتاق داشته باشه، ما کدوم اتاق رو در نظر بگیریم؟ آیا ملاک خاصی هست؟ ببینید، انتخاب اتاق مهم نیست، مهم اینه که شما اون اتاق رو بتونید درش طهارت مادی و معنوی ایجاد بکنید. حتی اگر اتاق خوابتون هم باشه و شما بتونید اون رو بشورید، طاهر بکنید و بعد از لحاظ معنوی هم طاهرش بکنید، باز هم اونجا رو میتونید به عنوان غرفة الارزاق استفاده بکنید. حالا در حالتی شما در نظر بگیرید که اصلاً محیط کاره یا اداره است. خب در اون حالت شما کدوم اتاق رو باید در نظر بگیرید؟ ببینید، در این حالت اتاقی رو در نظر بگیرید که مربوط به خودتونه. مثلا اگر شما مدیر عامل باشید، این رو برای اتاق خودتون انجام بدید. همون کفایت میکنه، رو کل محیط اثر میذاره. اگر نه، شما به عنوان کارمند باشید و کارتون یک جوریه که جدا جداست از دیگران و اتاق خاصی برای خودتون دارید، خب برای اتاق خودتون انجام بدید. اصل کلی در این حالت اینه که شما این عمل رو در اتاقی انجام بدید که خودتون غالباً اونجا حضور دارید یا نشستید و دارید کار رو انجام میدید. اصلش اینه. حالا بریم سراغ شرایط عملی انجام این عمل. قبل از عمل باید یه مقدار صدقه بدید که این صدقه مهم نیست چقدر باشه. میتونید هم به شکل فیزیکی صدقه بدید و هم به شکل الکترونیکی با همین موبایل بانک ها یا امثال هم. اسراف عمار مکان رو انجام بدید. حالا میتونید از روش ایقموشیه استفاده بکنید یا روش های مذکور در کتاب مجربات باقر یا مجربات قاطع. نوع عمل جمالی هست، بنابراین شما میتونید از مداد تراشیده شده با سنباده استفاده بکنید یا از اتود یا حتی جوهر روحانی هم میتونید استفاده بکنید. منتها اتود راحت تر از همشه یا مداد. نوع رنگ کاغذ هم سفید باشه. رنگ لباس و زیرانداز برای خانم‌ها و آقایون به صورت مشترک سفید است، اما اگر خانم بخوان قوی‌تر جواب بگیرن، لباس و زیراندازشون بنفش باشه که تمام اینها رو به شکل تصویری و رایگان در همین اینستاگرام بنده به عنوان شروط دعانویسی عکساشو گذاشتم، آموزش دادم. بخور عمل هم لبان ذکر و تخم گشنیز هست که باید با همدیگه ترکیب بشن و سوزونده بشن. محل قرارگیری بخور هم سمت راست باشه. روز عمل برای مبتدی‌ها پنجشنبه اول یا دوم از نیمه اول ماه قمری هست. اونم ساعت مشتری. حالا اگر کسی کاملا مبتدی باشه و اصلا ندونه ساعت مشتری کی هست، پنجشنبه از ابتدای طلوع آفتاب میشه ساعت مشتری.
طبق محاسبات روش مشهور کتاب مجربات باقر و کتب مختلف. اما اشخاص حرفه‌ای اگر بخوان این عمل چندین برابر قوی تر بشه، باید بیان از رصد خاص نجومی استفاده کنن که بنده در دوره آموزش نجوم تخصصی علوم غریبه این رصدها رو مفصل تصویری آموزش دادم. رصد مختص این عمل تسلیس مشتری و قمر هست به شرط خلو از نحوست که خلو از نحوست مربوط به قمر هست. عزیزانی که در دوره تخصصی نجوم بنده شرکت کردن اینها رو دیگه یاد گرفتن، پس دیگه زیاد توضیح نمیدم. فقط باید حواستون باشه، قبلا هم گفتم بازم میگم، عمل حتما در نیمه اول ماه قمری باشه، حواستون باشه قمر در عقرب نباشه، ایام نحس سالانه مطابق با روایت امام صادق علیه السلام نباشه، محاق قمر هم نباشه که اینها رو بر اساس کتاب مجربات قاطع میتونید شناسایی بکنید. اما در مورد حالات خاص خانم ها در دوران قاعدگی یا پریودی نباید اوفاق رو بنویسن، ولی کس دیگه ای میتونه به نیابت براشون بنویسه. این خانم ها حتی با تیمم، چه از نوع بدل از غسل حیض باشه چه از نوع بدل از وضو، هم نمیتونن این کار رو انجام بدن، باید صبر بکنن تا به طهارت برسن. اما این نکته مهم رو عرض بکنم دوستان، بنده دعانویس نیستم، بارها گفتم، همه جا گفتم، بنده مطلقاً هیچ نوع خدماتی برای دعانویسی ندارم، نه بررسی میکنم، نه دعا مینویسم، نه کار خاصی انجام میدم، فقط و فقط منحصراً در مورد آموزش میتونید به بنده مراجعه بکنید. غیر از این باشه بنده جوابگو نیستم، چون متاسفانه میبینم هر جلسه رایگانی رو که بنده گذاشتم خیلی ها هجوم آوردن که حاج آقا شما برا ما انجام بده. خب اگه قرار بود بنده انجام بدم چه نیازی به تولید کلیپ بود؟ خب می اومدم به شکل آماده به عنوان محصول عرضه می کردم. بنده این همه زحمت میکشم، ضبط میکنم، توضیح میدم به زبان ساده که شما خودتون یاد بگیرید. به جای اینکه ماهی آماده بهتون بدم دارم ماهیگیری بهتون یاد میدم. اصلا هم چیز سختی نیست، خیلی راحته، بی خودی بهونه نیارید. این کار و این چیزی که دارم خدمت شما آموزش میدم انقدر راحته که یک شخصی با سواد پنجم ابتدایی هم میتونه انجامش بده. اما اصل عمل متشکل از 4 تا وفق مربع هست با 4 عدد کد که زیر هر مربع به صورت جداگانه و متفاوت وجود داره. کسایی که در دوره تخصصی اوفاق بنده شرکت داشتن روش استخراج و پر کردن این اوفاق رو بلدن، اما اشخاصی که کلا 0 کیلومترن و به هر حال آشنایی ندارن، خیلی ساده در ابتدا باید بیان این جدول خالی 4x4 رو که 16 تا خونه است رسم بکنن. حالا با خطکش میشه، با دست هم میشه، فرقی نمیکنه، زیاد سخت نگیرید. اینکه از چه جهتی رسمش بکنید برای مبتدی ها الزامی نیست، ولی برای اشخاص حرفه‌ای استحباباً به روش جمالی رسم بشه که اهلش میدونن چون قبلا آموزش دادم. خب بعد از اینکه شما جدول رو کشیدید اون وقت باید برید کوچکترین عدد رو پیدا بکنید و اون رو ابتدا بنویسید که در اینجا کوچکترین عدد همین 688 هست. بعدش میرید عدد بعدی که میشه این یکی که با مکان نما اشاره میکنم. بعدش میرید عدد یکم بزرگتر از این که میشه این یکی. بعدش هم این یکی، بعد این یکی، بعدش هم این یکی، بعد این یکی، بعدش هم این یکی، بعدش این از 5 میاد این یکی.
دوستانی که با اوفاق آشنا نیستن یه وقت فکر نکنن که اینجا بعد از 5 باید 6 باشه. به این میگن جبر در اوفاق. چون علم اوفاق بلد نیستید کاری نداشته باشید. شما فقط به ترتیب از کوچکترین عدد شروع بکنید، برید بالا به سمت بزرگترین عدد. پس بعد از این خونه رو پر کنید، بعدش بیاید سراغ این یکی، بعد سراغ این یکی، بعد سراغ این یکی، بعدش این یکی، بعد این یکی، بعد این یکی و بعد هم این یکی. تمام این 4 تا وفت دقیقاً به همین شکل پر میشن. دیگه انقدر ساده گفتم که جای هیچ سوالی نیست. وقتی هم کامل این جدول رو با اعدادش پر کردید، اون وقت از چپ به راست، یعنی از 1 شروع میکنید نوشتن این اعداد و همین جوری میرید جلو، چون این اعداد به هم پیوسته هستن، از هم دیگه فاصله ندارن. حالا شما با فاصله بنویسید یا بدون فاصله تأثیری نداره. حالا اینجا یک نکته مهمی رو نوشتم که به صورت باز یا تا خورده یا پوشانده. خب یعنی چی؟ یعنی شما وقتی 4 تا وفق رو پر کردید دقیقاً، که حالا در صفحات بعدی هم بقیه رو نشونتون میدم، بعد از اینکه 4 تاشون رو در 4 برگه جداگانه رسم کردید، پر کردید با شرایطی که عرض کردم و بخور و امثالهم، میتونید همینجوری به حالت باز این رو دیوار بچسبونید اگر مشکلی توی خونتون نباشه یا آدم فضول توی خونه یا محیط کار نباشه. اما بهترین کاری که بنده کردم اینه که اینو در حالت باز گذاشتم، اما یک کاغذ سفیدم گذاشتم روش پوشوندم. غیر از اون شما میتونید تا بزنید، اصلا تا بزنید و به دیوار بچسبونید، چون این 4 وفق باید وسط دیوارها چسبونده بشن، تو سقف نچسبونید، رو خود دیوارها بچسبونید. حالا اینکه کجای دیوار، بالا، پایین، اینور، اونور، اون مهم نیست. مهم اینه که در روی هر یک دیوار از 4 دیواری یک دونه شما باید نصب بکنید. این که هر وفق مال کدوم دیواره هم مطرح نیست، فرقی نمیکنه کدوم رو کدوم دیوار بچسبونید، اینا ترتیب ندارن. خب این وفق اولی بود. وفق دومی هم اینه که دقیقاً هم به اون شکل اولی پر میشه. باز هم از چپ به راست این رو می نویسید. وفق سوم هم همینطور که شما باید این رو هم به این شکل پر بکنید و وفق چهارم هم همینطور. حالا اینکه بنده به سرعت اینا را رد کردم نگران نباشید، چون دروس قفل ندارن و رایگان هستن. شما خیلی راحت از هر کدوم میتونید اسکرین شات بگیرید یا یادداشت بکنید یا تصویر رو یا فیلم رو نگه دارید و این رو بازنویسی بکنید. اما در آخر این درس 2 تا نکته مهم رو خدمت شما عزیزان باید عرض بکنم. دوستان دقت بکنید که بنده این اوفاق رو بر مبنای متکلم وحده استخراج کردم. حالا اشخاصی که مبتدی هستن که ممکن است متوجه این موضوعات نشن، زیاد فکرتون رو مشغول نکنید. خیلی ساده بخوام خدمت شما عرض بکنم، اینها رو جوری تنظیم کردم که برای خود شخص قابل استفاده بشه، نه برای دیگران. بنابراین اگر خواستید برای کسی انجام بدید، باید به نیابت و صرفاً با نیت انجام بدید. نمیتونید بیاید اسمشو، اسم مادرشو زیر وفق یا دور وفق و اینها بنویسید. نکته دوم که برای حرفه‌ای ها هست و نه مبتدی ها، اعداد زیر هر وفق هستن که ممکنه براشون سوال پیش بیاد که اینها چی هستن. این اعداد طلسمات روح و روح هستن. این طلسمات باعث افزایش بسیار شدید قدرت اوفاق میشه، چون ما در عمل بیت الارزاق نیاز به حجم بیشتری از پخش انرژی داریم. بنابراین با این شگرد و این طلسم روح و روح
بنده کاری کردم که قدرتشون 10 برابر مضاعف بشه. در پایان این درس باز هم یک نکته خیلی فنی خدمت عزیزانی که اهل این علوم هستن عرض بکنم. اگر یه وقتی خواستید مثلا شما بیت الشفاء درست بکنید یا بیت العلم، حتما باید حواستون باشه از اوفاق یا اعمالی استفاده بکنیم که 4 تاشون به صورت سری در امتداد همدیگه باشن، نه به صورت مجزا و موازی. چون اگر سری نباشن باعث ایجاد حلقه انرژی نمیشن. به این معنی که شما باید از اختیار الآیات و اختیار الاسماء استفاده بکنید که همگی به صورت سری در امتداد همدیگه باشن تا یک حلقه رو تشکیل بدن. به زبان ساده تر، یعنی شما وقتی اعمالی رو در این دیوارها نصب می کنید، این اعمال باید جوری اختیار شده باشن و نسبتهای عددیشون با طلسمات روح و روح یا تکثیر یا هر روشی که به کار میبرید باید جوری تنظیم بشه که اینها باعث ایجاد حلقه متصل به همدیگه بشن تا انرژی مرتب به صورت پیوسته و نه مجزا پخش بشه. یعنی مرتب در حال چرخش انرژی باشید که نسبت به اون موضوع شما محیطش کردید. حالا این مطلب رو حرفه‌ای ها میفهمن، مبتدی ها لطفاً ذهن خودشون رو مشغول نکنن. این رو از این بابت گفتم که بعداً اگر خواستید شاکله رو درست بکنید برای مثلا بیت العلم یا بیت الشفا یا امثالهم، حتما باید اعمالتون به هم پیوسته باشن در هر 4 طرف، نه اینکه شما فکر کنید 4 تا عمل بردارین که به هم دیگه متصل نباشن، هر کدوم رو بچسبونید روی یک دیواری. اینجوری محیط شما از باب موضوعیت کامل نمیشه و جواب مطلوب شما رو نمیده. حتما باید به صورت سری باشه که این رو قبلا بنده در دروس حضوری به عنوان اختیار الاسماء و الآیات و بحث اتصال و انفصال مفصل آموزش دادم. در هر حال در پایان این درس اگر از این درس خوشتون اومده باشه، بی زحمت قبل از هر کسی و هر چیزی برای سلامتی آقا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای استاد بزرگوارم حفظه الله و برای خانواده و بنده حقیر دعای خیر و صلواتی عنایت بفرمایید. مثل همیشه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. يا علي.